امروز میخوایم به چند تا از قوانین سایبری در ایران بپردازیم. شما اگر به سایت قوانین و جرایم سایبری در ایران برید، اونجا قوانین سایبری و مجازات‌هاش رو گذاشته. حالا هم نقدیشو هم تایم حبسشو. این قوانین در سال 1388 تعریف شده و تغییر هم نکرده. بریم چند تاشو با هم ببینیم. جاسوسی رایانه‌ای ماده 3. هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال گفته شده شود، به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: به حبس از 1 سال تا 3 سال و یا جزای نقدی از 2 میلیون تومان تا 6 میلیون تومان یا هر دو. این یکی از ماده هاش بود و شما میتونید بقیهش رو از سایت قوانین و جرایم سایبری در ایران ببینید.